سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا ویدیویی که همین امروز بعد از ظهر ساختیم، یه شخص روسی اومده تاییدش کرده و گفته قیمت همونیه که این سه تا آمریکایی گفته بودن و قیمت همون 0.3 سنته. حالا میریم در ادامه توضیحاتشو بهتون میگم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات، ما امروز صبح اومدیم آموزش اتصال کیف پول تونکیپر رو به ربات ایردراپ قرار دادیم. اگه ویدیوشو ندیدین حتما برین ببینین و مهمتر از اون شما حتما بیاین یه ویدیو قبلمون رو ببینین. توی اون ویدیو اومدم توییت 3 تا از برترین تریدرهای جهان با سرمایه های عظیم رو بهتون نشون دادم که گفتن آقا ایردراپ همستر کامبت 0.3 سنت قیمت خورده توسط شرکت های بزرگ با سرمایه های عظیم. پس اگه ویدیو امروز بعد از رو ندیدین حتما بیاین ویدیو رو ببینین که اون 3 تا توییت هم ببینین. خیلی خب، توی ویدیو بعد از ظهر بهتون گفته بودم که با توجه به این توییت و توییت بازی احتمال واکنش‌های بیشتر هستش که همین اتفاقم افتاد. یه شخص یا شرکت روسی اومد یه توییت زد، ببینید همشون هم تیک آبی دارن ها. حتی مقدار لایک و ریتوییتشون هم بالاست و افراد خیلی معتبری هن. خلاصه این شرکت روسی اومد به اون 3 نفر پرید و گفتش که شما دارین به ما حسودی میکنین، با توجه به محدودیت‌هایی که ما داریم تونستیم 3-4 تا ایردراپ خوب راه اندازی کنیم. حالا من واسه اینکه بیام اینو درست ترجمه کنم اومدم وارد گوگل ترنسلیت کردم و از اونجا میخوام بهتون نشون بدم که البته خب خودتون میدونین گوگل ترنسلیت هم ترجمه دقیق نداره، ولی میشه یه سری چیزا ازش فهمید. ببینید نوشته شما راهی برای مقابله با اونا ندارین، که چون این شخص روسیه خب قطعا منظورش از اونا ما بوده. شما راهی برای مقابله با ما ندارین. با توجه به اینکه روسیه تحریم شده، خیلی تو دعوای اقتصادی و اینان، پس این توییت یکم با حالت تندی نوشته شده. شما راهی برای مقابله با ما ندارین. این دومین باره که یه ایردراپ، منظورش از این کلمه ایردراپ بوده، این دومین باری بوده که یه ایردراپ روسی موفقیت آمیز بوده و شما رو عذاب میده. ایردراپ نات کوین یکی از نمونه های موفق اقتصاد ما بود. این به این معنیه که ما حتی با محدودیت ها نیز موفق میشویم. منظورش از محدودیت ها همون تحریم و ایناست. حالا تنها کاری که میتونین انجام بدین اینه که خودتون رو تو توییتر عذاب بدین. منظورش همون 3 تا توییتی بود که ارسال شد و من تو ویدیو قبلی بهتون نشون دادم. ایردراپ همستر کامبت این معنیشو اینطوری نوشته و یعنی منظورش همون همستر کامبته. ببینید ایردراپ همستر کامبت با سرمایه عظیمش میتونه قیمت 0.3 سنت رو داشته باشه و هزینه‌اش رو تامین کنه. همچنین در آینده ایردراپ تب سوات رو هم اضافه خواهیم کرد. این تبادل تب همون تب سواب ها، راجع به ایردراپ تب سواب هم پس صحبت کرده و اونم تایید کرده. پس ببینید دوستان، این اکانت روسی هم اومده این قیمت رو تایید کرده. حالا من اینجا بیام همون توییت های قبلی هم بهتون نشون بدم. ببینید این خانم آمریکایی، یکی از کارمندای همون وال استریت، اومده بود گفته بود چطور آخه امکان داره ایردراپ همستر کامبت بتونه همچین قیمتی واسه توکن هاش تعیین بکنه. یا این یکی شخص اومده بود انتقاد کرده بود از این 2 نفر آمریکایی که این توییت رو زده بودن. گفته بود شما حتی بدون فکر کردن توییت میزنید و دارین به ایردراپ های روسیه حسودی میکنین. حتی یه ایردراپ آمریکایی هم نتونسته به همچین موفقیتی دست پیدا کنه. خیلی خوب دوستان، حالا بیایم توی ربات. با توجه به این توییت هایی که ارسال شده، چیزی که من فکر میکنم اینه. ببینید خود اکانت همستر اومد یه پستی توی کانال تلگرامش گذاشت، گفت آقا این سکه ها ارزشی ندارن. پس با توجه به این پستشون میتونیم بگیم چیزی که ارزش داره عددیه که این بالا زده. یعنی مثلا شما پروفیتتون رو رسوندین به 500,000 و موقع لانچ شدن شما 500,000 تا سکه دارین. میتونیم اینطوری در نظر بگیریم. البته بازم میگم این نظر شخصی منه. شما اگه میخواین این سکه هاتون رو نگه دارین، اگه میخواین پروفیتتون رو ببرین بالا، این نظر شخصی منه. من نظرم اینه که آقا مثل نات کوین که مقدار زیادی از صفراشو حذف کرد و تونست قیمت خوبی رو بگیره
بگیره و توکن سوزی خیلی خوب با استراتژی خیلی بهتر داشت، این ایردراپ هم بیاد همین کارو بکنه، بگه آقا من کلا این بخش پروفیت رو حساب میکنم، یا اگه این سکه ها رو حساب کنه مثل ایردراپ نات کوین ازش صفر کم بکنه. حالا دقیقا من نمیدونم، باز هم میگم این نظر شخصیه، شما هر کاری که دوست دارین میدونین به صلاحتون انجام بدین. من بیشتر اگه اکانت خودم باشه این بخش رو تا 500,000 تا 1,000,000 میبرم بالا، حدود 200-300 میلیون هم سکه واس خودم نگر میدارم، بالاخره اگه یکیش سوخت اون یکی رو داشته باشم. من نظر شخصی خودم اینه. حالا خواهشاً شما خودتون هر فکری میکنین توی کامنت ها بنویسین، بذاریم بقیه هم از نظر شما استفاده کنن، شاید یکیتون یه نظر بهتری داشت، ما هم بتونیم از کامنت شما استفاده کنیم و ضرر نکنیم. میگم هیچ کدوممون نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. فقط قبل از تموم کردن ویدیو یه نکته هم بهتون بگم، ببینید خیلی از یوتیوبرها اومدن یه چیزی نشون دادن، یه ویدیویی نشون دادن که شما به یه صرافی کانکت میشدین و میومدین اسم یه توکن رو وارد میکردین، تقریبا زده بودن هر 10 میلیونش $40. این اشتباهه. ببینید من خودم اومدم راجع به این مسئله تحقیق کردم، اون دوتا کوینی که بهتون نشون داده بودن اصلا دوتا ارز دیگن. ببینید یکیشون بر بستر شبکه اتریومه، اون یکی هم بر بستر شبکه اتریومه. ببینید دوستان این یکی از کوینایی بود که بهتون نشون دادن به اسم همستر، گفتن قیمتش فلانه، اینهاش قیمتش این مقداره، این اشتباه بود. خب این اشتباه بود. بعد یه کوین دیگه ما داریم به اسم همستر، ببینید اینو اومده بودن خیلی هاشون بهتون نشون داده بودن، توکن همستر XDFI. ببینید همون اسمیه که به شما نشون دادن. اگه بخوایم بیایم کانترکت و ایناشو برداریم متوجه میشیم که این توکن هم بر بستر اتریومه، اصلا بر بستر تون نیستش که. پس اون ویدیوها دروغ بودن، یا حالا اگه نخوایم بگیم دروغ، ویدیوهای اشتباهی بودن. پس هر ویدیویی که تا این لحظه دیدین راجع به قیمت همستر یا دروغ بوده یا اشتباه بوده، دیگه حالا تصمیم با خودتونه. خیلی خوب دوستان، دیگه صحبتی باقی نمونده، همه چیزو توضیح دادم. فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه آموزش جدید، خبر جدیدی منتشر شد سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. ممنون که تا اینجا با ما بودین. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.